و این حدیثش حدیث که روایت میکند گفته خیلی گفته که بخاری و مسلم حدیث که روایت میکند گفته معنی البخاری و مسلم بخاری مسلم من حدیث از طریق عمر ابن شراحیل الشعبی عمر ابن شراحیل الشعبی رحمه الله عن نعمان ابن بشیر روایت میکند. نعم رسول صلی الله علیه و سلم میگه الحلال بین والحرام بین. این حدیث که روایت میکنه گفتیم شعبی است که از نعمان ابن بشیر و مثل همین حدیث با از یک چند صحابه ها مثل ابن عمر و عمار حدیث عمار ابن یاسر اومده لیکن ضعیف. اصح حدیث که میشهدنه حدیث نعمان ابن بشیر باب الحلال بین والحرام بین و بینهما امور مشتبهات. على من چیز فهمدید؟ اما لفظ حدیث الحلال بین، حلال چی است؟ بین یعنی بیان کرده شده. حلال چی است؟ یعنی هر کس میداند حلاله. حرام بین، حرام هم هر کس میداند. بین حلال و حرام به چی است؟ امرهایی است که مشتبهات یعنی شبهناک، نمیدونیم که حلال باشد نمیدونیم که چی باشد حرام باشد. فهمدید؟ الان بیانه چی بده است؟ چیزها چی خیلی میشته است؟ یعنی سه خیلی میشته است. الحلال بین، حلال چی گفتیم؟ یعنی بیان کرده شده. حلال یعنی چی؟ بیان شدگی، یعنی مثل قول الله سبحانه و تعالی اليوم احل حلال اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. یعنی حلال طیبات ها حلال شد. یعنی طعام های اهل کتاب برای شما حلال شد، طعام های به شما ها برای اهل کتاب حلال شد. حلال بین این چیزا حرکت میند که طیبات ها اینا چیز چی میشدنه حلال. حلال می حرکت میند این چیزا. حرام بین، حرام مثلا چه میدنیم؟ نعم مثل چی؟ یعنی حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. یعنی چی؟ میته مرده، حیوان مرده به نص قرآن چی شده؟ یعنی حیوان مرده حرام، خون حرام، گوشت خوک حرام. یعنی حرمت امهاتکم و بناتکم، یعنی مادر بدنی گرفتن حرام، دختر بدنی گرفتن حرام، خواهر بدنی گرفتن حرام، عمه خاله اینا حرام به نص قرآن چی شده؟ یعنی حرام. یگان کس شک نمیکنه که این چیزا چی حرام بدنش بیانه. یعنی حرام بدنش مثلا چه؟ الاثم والبغي، يعني الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق والشرك مثلا وان تقول على الله بما لا تعلمون. همینا مثلا چای حرام بچه به نص قرآن حرام بدن این کارها. و علیکم السلام. چای به نص قرآن شد بیان شد. فهمید؟ بیان شد. اكو بین هر دو من حلال و حرام چی است؟ امرهایی هست که مشتبهات، یعنی امر همه چیز میداریم بعد. یعنی چی؟ خوردنی باشد، نوشیدنی باشد، پوشیدنی باشد، عمل باشد، قول باشد. فهمید؟ همه چیز میدارد. یعنی عمل باشد چیز به مثلا قول باشد اینجا مثلا نه معاملات ها باشد مثلا عبادت ها، همه چیزا چی میدارد؟ یعنی همه چیز به مشتبهات به میدارد. انا که مشتبهات حکمش به علما چی میگن؟ یعنی سه به تقسیم شدن. بعض اهل علم چی گفت؟ یعنی مشتبهات حرام گفت. مشتبهات چی گفت؟ یعنی حرام گفت. همین چیزهایی که شبهه میکنه، چیزهای شبهناک چی گفته؟ چه کدام قسم چسبوندن؟ یکم قسم به حرام بچسبوندن. دلیل چیز که گفتن یعنی فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع. دیدید؟ یعنی چی گفتن؟ یعنی نه حرام گفتن. به هم دلیل گرفته. دویم قسم اهل علم گفتن که حلال گفتن. دویم قسم چی گفتن؟ یعنی حلال گفتن. دویم قسم چی گفتن؟ یعنی حلال گفتن. دلیلشون چه؟ کالراعی یرعى حول الحما، یعنی حول حما، نزد حما به چراندن گوسفند حرام نه، خطرناک لیکن حرام نه، حلال. فهمدید چی گفتن؟ این گرفته حلال گفتن این چیزا. لیکن قسم سوم راجحش چی گفتن؟ یعنی شبهات چی گفتن؟ یعنی ابواب ورع چی ترک کردن. یعنی چیزا نه حرام حلال بدنش ندونی بهتری چیکار کنی؟ یعنی
ترک کن گفتن یعنی فهمده ترک کردن ترکه على وجه التغلیب لا على وجه القطع القطع یعنی نحن نترك على وجه التغلیب لا على وجه القطع یعنی غالبا میگیم که ممکن نمیگیم لیکن نه که یعنی جزم میکنیم مثلا چی میبیاریم اینجا مثل حدیث رسول صلی الله علیه و آله و سلم که باری از بارها یعنی کی بود اینجا عتبه ابن ابی وقاص زمعه یعنی الشاهد زمعه وقتی جاهلیانده که داشت یعنی کنیز داشت کنیز برای مرد چه؟ ملک الیمین چه؟ حلال ملک الیمین فراشی که میشد فراش صاحبش میشد یعنی فهمدید؟ یعنی باید میتود که با ملک الیمینش یعنی با اما با کنیزش چی کند یعنی مثل زنبرین چی کند یعنی خوب کند جماع شود یعنی فهمدید؟ المهم همین کنیز تولد میکند وقتی اسلام بیانه تولد کرده بود یعنی فرزند همین کودک همین که به همین بچه‌ای که شده بود یعنی خلاص این بچه کلان شده بود یعنی کودک پسر کلان شده بود همین کودک با چی شد یعنی تلاش شد جنگ شد از پشت همین بین عبد ابن زمعه و بین سعد ابن ابی وقاص حاضر این پسر همین بچه کودک همین مرد برای عبد ابن زمعه که میشد عبد ابن زمعه وایده هم صاحبی کنیزمی صاحبش زمعه صاحبی هم یا پسرش عبد صاحبی کنیزمی گوش نکردید ولی گفته که من همه گفتم یعنی که های زمعه کنیز دارد همین کنیز چه تولد کرد فهمدید کنیز چه تولد کرد چه پسر کلان شد همین پسر برای عبد ابن زمعه که میشد دودار میشد او وای کنیز از آن زمعه بود یعنی بچه زمعه شود عبد که میشد عبد ابن زمعه عبد نام یعنی عبدالله نامی که نام بچه زمعه عبد یعنی این همین کودک برای عبدش میشد یعنی دودار میشد فهمدید برای چی میشد یعنی دودار میشد هم خیلی نه هم خیلی عبد ابن زمعه میگوید که یا رسول الله میگوید هم فراش ابی میگوید این کودک میگوید از فراش پدری من تولد شد رسول صلی الله علیه و سلم میگه که الولد للفراش ولد فراش به داده میشه صاحبش به نسبت داده میشه یعنی و سعد بن وقاص میگه که یا رسول الله میگه برادرم عتبه ابن ابی وقاص من با وصیت کرده بود که همین گفت یعنی چی همین کودک من با وصیت کرده بود که همین فرزند من عتبه که میشه یعنی صاحب که میشه این کودک جان میشه و نیگر میگه یا رسول الله ماننده اینه با من چخیل من به ماننده یعنی عتبه خودش به ماننده یعنی کودک مثلا فهمدید از کی شده یعنی کنیز زمعه لیکن مانند که به عتبه به فهمدید نه اروی شرع واسه کودکی میشد زمعه میشد لیکن جنده چی شده یعنی گویا که وقتی جاهلیانده عتبه بابا چی کرد بایدن زنا کرده یعنی تولد شده کودک مانند که اومد مثل یعنی الرسول صلی الله علیه و سلم که الولد للفراش حکم همین حکم عام این حالتند کودکش که میتیم یعنی مادرش از اون کی است از اون عتبه از اون زمعه یعنی کودک از اون زمعه رسول صلی الله علیه و سلم چی حکم کرد گفت که ولد گفت للفراش ولدی که به میتیم گفت عبد ولد که میشد برای عبد برادر میشد دادرش میشد فهمدید حکم همین شد لیکن مانندش که همین قدر های شبهناک اینجا حاضر هم به رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت یعنی سوده بنت زمعه که این خواهری عبد و این غلام به یعنی کی میشد یعنی سوده خواهر میشد چی گفت احتجبی یا سوده عنه گفت یعنی از وای چی گفت نزدیکانده به حجاب کرد گفت ولی که شبهه سخت حل کرده نشد یعنی فهمده شبهه خیلی سخت اینجا برفت
فهمید نه فهمید چیه برای همین چیز چی شد یعنی علی وجه تغلیب لا وجه علی وجه القطع یعنی کودک باید دو شد لیکن با یگون چی نشاد گفتن چی حجاب یعنی چی احتجبی عنه یا سودته گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم سوده فهمید فهمید نه فهمید هم به یعنی چی میکنیم یعنی این بابا چی میکنیم یعنی ها یعنی توقف میکنیم توقف میکنیم تو مثلا بیان داشتنش توقف میکنیم توقف کردن چیزا یعنی حلال و حرام بدنش تو ما بیان نشد چی و یا چی میکنیم ترک میکنیم و كذلك مثال اینجا مثال چی وارم ممکن مثال حدیث عدی ابن حاتم رضی الله تعالی و ارضاه ها حدیثی که وارم میشد حدیث عدی ابن حاتم که عدی ابن حاتم چی میگفت یا رسول الله میگفت اینی میگفت ارسل کلبی ها و اسمی علیه ها فاجده على الصيد ومعه كلب آخر فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكله فإنما سميت على كلبك لا على كلب غيرك میگوید که رسول الله سگ المعلم من سگ معلم سگی که تعلیم داده شده ها چی؟ ها همین سگ تعلیم داده یعنی سگی چی بوده است یعنی نومش سگی معلم نه ها چی میکرد یعنی وقتی که میگوید سگ میمونم میگوید بسم الله میگم سگ رفته چی میکند یعنی شکار دستگیر میکند خلاص اگر مثلا سگ کلب سگ بسم الله گفته رفته شکار مثلا دستگیر کرد ها خلاص وای حلال میشه برای شما چی میشه حلال میشه لیکن میگوید که وقتی که اومدم میگوید سگ تیز میدواد از قفاش بیام میگوید سگ ما میگوید همراهی سگ من چیه دیگه سگ است سگ بیگونه است نزد همین چینده حیواننده نمیدونم کدومش و دستگیر کرده کدومش کشته باشد یعنی فهمدید همین رسول صلی الله علیه و سلم چی گفت یعنی گفت که لا تاکل این حالتنده نخور برای چی برای که تو برای سگت بسم الله گفتی برای غیر سگت بسم الله نگفتی برای که نمیدونه که کدومی اینه که چیز چیکار یعنی دستگیر کردن شکاره فهمدید همین یعنی چیه این باب شبهات چیزهایی که مثلا نافهمه های چی میکنه انسان ترک میکنه این چیزه همین چیز فهمدید همین چیز با وقتی گفتیم که و بینهما امور مشتبهات سونه برای فهمیدنش ها با چی باید گفتیم یعنی تقسیم میشد ها یعنی چی به تقسیم میشد یعنی سه به تقسیم میشد چند به تقسیم میشد یعنی سه به تقسیم میشد یکمش یعنی ما علم تحریمه یقینا ثم شک ها فی زوال یعنی فی زوال تحریم یعنی التحال التحریم زال او لم يزول ما علم تحريمه يقينا ما علم ماذا تحريمه يقينا ما علم تحريمه يقينا ها ثم شك هل زال التحريم او لا فهمت نه فهمت yani yakın kısmış çi yani insan همین چیزه ها حرام بدن چه یقین میدوند یک چیز حرام بدن همین چیز یقین میدوند که همین چیز حرام است سون شک میکند که همین تحریم برداشته شده باشد یا نه مثال میبینم مثال یتضیق المقال همین حدیث عدی ابن حاتم سگی بیگونه معلم نه و بسم الله نگفت خودش اومد مثلا شکاره چیکار دستگیر کرد و کشت دستگیر کرد یعنی سگ حکم همین اوه حیوان مثلا یعنی چی نباشد یعنی حلال یا حرام حرام است حرام است یقین می‌کنم که چیز حرام لیکن همراهی باید چه دیدیم یعنی ما سگ خود دیدیم که سگ خود به چی گفتگی بسم الله گفتگی شک کردیم که چه سگ من همین چیزا شکار کرده باشد یا نه اگر سگ من شکار کرده باشد چه میشد یعنی حرام چه میشد برداشته میشد حرام چه میشد برداشته میشد
ها اگر ندانیم چی حرام باقی میمونه. یعنی فهمید؟ یعنی اصل اینجا چی حاضر حرام. فهمید؟ ایننده چی قول راجح چی میکنیم؟ یعنی ترک میکنیم ایننده. فهمید؟ برای که اصل میگردیم. اصل اینجا چی یعنی حرام است. فهمید؟ فهمید یا نه؟ یعنی مثلا انسان میگوید که من یقین میدونم که یقین میدونم که طهارتم شکسته بود. طهارتم شکسته که من چیزی میدونم. لیکن بعد از وای طهارت کردم یا نکردم وای نمیدونم. اینان چی میگویم؟ طهارت نیست من دستونده. فهمید؟ تو چی؟ محدث. یعنی حدث برداشته نشدگی تو. فهمید؟ دویم نمودش عکس همین چیز. یعنی ما علم تحلیله یقینا. یعنی چی؟ حلال. این چیز چی میشد؟ یعنی حلال میشد. فهمید؟ تحریم به دلیل نیست. ما علم تحلیله حله یقینا. اصل مثلا چه همین چیز های. فهمید؟ نیست. تحریم بدن برای همین از اصل چیزی میکوچدگی چیز نیست. ما عندنا شيء ينقل هذا الحل الى ماذا الى التحريم. مثل اینجا چه بیاره میتونیم؟ حدیث عبدالله ابن زید ابن عاصم رضی الله تعالی عنه. يعني قيل للرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل يخيل إليه وهو في الصلاة. يخيل إليه وهو في الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرفن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني یک آدم گفتن که یک آدم چی های؟ دیگه یقین چی های بیانده؟ طهارت چی های؟ یقین بیانده چی های؟ طهارتش های. طهارتش های، نمازنده های، نمازنده چی های؟ سوری چی میگه؟ خیال میکند که خیالش به چی میبیاد؟ یعنی خیالش به میبیاد که طهارتش شکست. طهارت چی میمونه؟ باقی میمونه. تو که چی؟ یک بوی رو حس نکند و یا که یک آواز رو نشنود. فهمدید؟ فهمدید یا نفهمدید چیزا؟ این دویمش بود. یعنی این چیز حلالان میموند. یعنی با مثل همین حدیثی چه میبیاره؟ مثال حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها، ام عبدالله عایشه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها و عن ابیها میگوید که چی میگوید؟ یعنی آدم ها نزد رسول صلی الله علیه و سلم گفتن که حدیث بخاری به ان لنا جیرانا حدیث عهد بالاسلام یأتوننا باللحوم یعنی بذبائحهم فلا ندری اسم الله عليها او لا. فقال صلى الله عليه وسلم سموا انتم فكلوا. یک جماعت اومدند و رسول صلی الله علیه و سلم گفتن که ما همسایه ها داریم. کیا داریم؟ وای ها حدیث وقت یعنی به نزدیکی اسلام به در اومدن و ما گوشت میبیارن. یعنی مال میکشن، گوسفند گاو میکشند و با ما چه گوشت میبیارن. ما نمیدونیم که همین حیوان های بسم الله گفته کشتگی یا نه. فهمدید؟ اصل وای ها کیا؟ مسلمان. و مسلمان چی میگوید؟ یعنی بسم الله میگوید. یعنی ما ندیدیم که وای بسم الله ترکنشه ندیدیم. یعنی اصل بسم الله گفتگی خلاص بسم الله گو خودت خور گفت رسول صلی الله علیه و سلم. شما بسم الله گوید و گوشت خورید. فهمدید؟ فهمدید؟ همین چیز. یعنی مسلمان مسلم میدونیم شکلش مسلمان از همین قوم خود مثلا ما چه گوشت فروخته شده است. اصل چی میگیم وینده؟ حلال میگیم میخوریم. و یا پرسیدن تو عقیدت چی؟ تو کدوم چی زنده اعتقاد چی داری؟ این غلو. شیخ صالح فوزان به سوال دادن که گفتن که یعنی بعضی پیداش ده که یعنی میگه که قصاب ها بسیارش چی از سوریه و مصر که یعنی منت که قصاب هیچ رفتگی می جزار با چی به مصلح به کی چه قصاب مصری ها غالب چی یعنی یعنی هم مسئله های عقیدن و مشکل هاشونه. یعنی بیا مثلا ممکن یعنی قبر پرست همین چیزه. یعنی چیکار میکنیم این حالتنده؟ یعنی همه با اصول ثلاثه یعنی اختبار میکنیم.
گفتم خیلی بعضی چی میکند یعنی برای هم گوشت نمیخورد. شیخ فوزان میگه الحمدلله خیلی خوب میگفت ها و یا نخورد یعنی چی میشد یعنی گوشت ارزان میشد ما بمیموند میگفت یعنی ها خلاص برای که اصل چی است یعنی اسلام اصل مثلا چی گفتیم یعنی همین دویم قاعده حلال مثلا چی و یقین به چی فقط به یقین ابین میراد یعنی هم خیلی یعنی الحمدلله. این مثلا به بخاری رحمه الله چی میگه یعنی هم باب شبهات که میبرد میگه که وسواس میگه از شبهات نه یعنی وسواس های که خیلی چیز یعنی ها میبرد مثلا ها خودت میبینه این گوشتش بوده یعنی که این ها این مهمان بده یعنی ماشاءالله یعنی ربما مثلا خود مهمون شیخ حذیفه بمیره شیخ حذیفه واش میبرن مثلا گوشت میگه گوشت اگه خریدیم مثلا یعنی وسواس یعنی هم خیلی یعنی ها این وسواس هم خیلی یعنی ها این چی میگه نمونه این شبهات نه این وسواس هم بخاری رحمه الله همین حدیث عایشه میبیارد و باب میگه که میگه که الوسواس میگه چی ها لیس من چی اتقای شبهات از شبهات دور شوی نه این وسواسه که دست شیطان بین آدم افتاد یعنی فهمید. سیومش یعنی چی عدم الادراک آدم مثلا درک کردن نمیتواند آدم چی میکند یعنی درک کردن نمیتواند یعنی تمام مثلا چی شد یعنی بین دو امرنده شد که یعنی وای چیزا چی حل کردن نمیتواند عدم الادراک نمیتواند یعنی فهمیده وای حالتا بهتر چی میکند یعنی ترک میکند وای حالتا چی میکنه بهترین چیزا ترک میکنه فهمید. هم بیان این حدیث انس رضی الله تعالی عنه حدیث صحیح بخاری به اومدگی رسول صلی الله علیه و سلم چی میگفت اینی میگفت اجدو تمرتان فاريد اكلها ها الا انني اخشى ان تكون تمره. هذا دیگر روایت میگفت که لولا اني اخشى ان تكون من الصدقه لاكلتها یعنی من خرما میوبم میگفت خوننده بعضی جاها به ها خرما میبینم خونه به گرفته خوردنی میشم لیکن میترسم که می خرمای چی باشد یعنی صدقه گفتم من چی میترسم برای که یعنی وارد که مثلا چی وای ممکن صدقه آوردگی اون کس و رسول صلی الله علیه و آله چیزی خبر مثلا خرمای دست میگیرد یعنی چی صدقه باشه برای که ما میدونیم که چی رسول علیکم السلام رسول صلی الله علیه و سلم صدقه چی حرام برای رسول صلی الله علیه و سلم و آل رسول صلی الله علیه و سلم چی صدقه خوردن چی حرام صدقه برای وی حرام ها و یا به زکات صدقه این چیزا مثلا چی ممکن نه برای چی آل بیت رسول صلی الله علیه و سلم صدقه ممکن نه یعنی ها ممکن نه یعنی هم به یعنی چیزی که یعنی انسان که ندونست یک چیز مثلا و چی میکنه بهترش ترک میکنه یعنی هم خیلی یعنی همه چیز مثلا حتی مثلا چی یک مثلا چی یک آدم مثلا ها از همین آدم مثلا یعنی مثلا چیز که یعنی از همین آدم درس گیریم نگیریم نمیدونه بهتر شبهه کرده ترک کن شبهه کرده چی کن ترک کن یعنی مادامی که ندونستی چی کن و ترک کن یعنی حکمت چی میشه یعنی مجهول ابواب چه شبهات و ترک کن یعنی تو که یعنی اهل علم مثلا و چیز مثلا شوش بین اهل علم شناخته نشده بدن و چی کن یعنی ترک کن و بدم هم خیلی یعنی گفتم که این چیز فقط شبهات فقط چی به فقط خوردنی بنی همه چیز به میدارد یعنی همه چی به چیز به میدارد یعنی مثلا نوع تجارت هم تجارتی من حلال باشد حرام باشد نمیدونه شبهه کرده مثلا تو که ندونستی چی میکنه و ترک میکنه. اما اینجا مثلا چی علم سه چیز گفتیم یعنی چی میشه یعنی سه چیز یعنی یکش ما میدونیم ها حلال حرام بدنش یقین دونستیم یکش حلال بدن دونستیم دومیش چی ندونستیم یعنی وای حقیقتا وای چیز به مجال نیست یعنی راه نیست که وای چیز چوکنیم یعنی فهمیم و حدیث مثل من اناس و حدیث زمعه یعنی ها حدیث عبد بن زمعه و سعد بن وقاص قصه گفتگیم سوال اینجا چی میشه یعنی قاعده هایی که ها قاعده هایی که یعنی ها اذا كان الشيء تحقق ها تحقق حله عند امرئ ها اذا كان الشيء تحقق عند المرء حله فهذا الحل لا ينتقل ها الى التحريم بامر موهوم فهمت بامر موهوم معناش چی یعنی یک چیز تحقیق که همین چیز حلال و چیز موهوم یعنی موهوم چی وهم یعنی گمان وهم کتی از حلال چی حرام به نمیبرود نمیکوچد فهمید یعنی مثل همین امام مالک رحمه الله موطنده که میبرد قصه میبرد که اکبر عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه همراهی رکب یعنی در سفر بودن همراهی قوم بودن
و در قوم که بود عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه دیگه صحابه ها یک جا میبیان نزد چه یک حوض به میبیان حوض میدید که حوض بسین حوض آب نزد حوض میبیان از همه تشنه آب محتاج چی خوردنی یعنی آب خوردنی عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه میگوید که میپرسد صاحب حوض یا صاحب الحوض میگوید میگوید که یا صاحب یعنی حوض جواب صحرابه میگوید که هذا الحوض میگوید اتريد میگوید علیه السباع یعنی از این حوض همین حیوانهای وحشی درنده اومده آب میخورد یعنی بیا که چی میشد اگر وی خورد مثلا چی میشد ممکن کلب یعنی چی میشد وای نجس میشد یعنی وی خوردن ممکن نه عمر رضی الله تعالی عنه میگه که لا تخبره یا صاحب الحوض لا تخبره یا صاحب الحوض لا تخبرنا میگوید یا صاحب الحوض انا میگوید نريد على السباع وهي تريد علينا یعنی ما فی مشکل میگوید یعنی ما چیزا ندیدش داده ایم اصل ما به این چیز چی میشد یعنی حلال میشد این چیز خبر ندیم ما به این چیزا بسم الله خور این چیزا دیدی با چشمت که چیز حلال ای چیا میکنه یعنی پروسس داده نگرد سبحان الله یقین هم خیلی یعنی